مهتی رفت اون اسکلیتی که اجاره کرده بودیم توی فنیکس رو برد اینجا بغل خونه پس داد. من سوارش کردم. اینو ببین اینجوریه اینا. پاسخال نما نکن. بیا عکس بگی مهتی به اینجوری میشه عکس بگی. کسوشه نگو کونده. که منو مهتی مجرد بشه شیرمرد. نشوی خدا نکنه با دهنتو گاییدم. کثافت تو رو کتک میزنم ها. بشین داش مهتی. بشین برای ما بشین جان قدیر بشین. چرا بشین؟ میترسی؟ بیمه داره دیگه. من اوکی هم میخوای بشینی؟ نه میدونم خودت بشین بابا. مطمئن؟ آره بابا. 14 باید بگیرم بعدن راننده خارکوسه خوش بگیره ببره ما رو. به خدا قسم یکی که میخواد روزو سواری بکنه ما $2000 بدیم بیا به خودت برون. الان 2000 نفر دایرکت. نه شما که ساب ماشینین که دیوانه ای تو. مهتی گاز میگیرم ها. آخه الهی با امید تو این کسکش که مبل هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا با امید تو. رجال خارکوس منطقه آمد. این دوربین هم اینجا نگه دار عقب‌تر. برو عقب‌تر. دیگه درست گیج بازی در من آخر من بالا خود باهوش شدی. آخر این مشتری بدبخت رو داری میبری. چتر بگو چتر ماشینه. زده روز روش نه. آره دستش زدن آقا آرمش من. اصلا روش نداده. اولین باره داره باز میشه به خدا. اوه هیچ پلم آجی واسش نکن دیگه نیاز نداری. مادر من رفت برادر این یکی میگه زده روز روی عکس بعدم باید بگیری قشنگ هست عکس میگیم بعد مهتی میگه به شمالی میگه همه نسل گده چتر رو وا نکرده همهش ماها رو میگفت. گفتم چتر رو وا کنیم یه روزی اگه خارکوسه همه چی به گایدن رفت بگیم آقا ما عکس با چتر روز داریم. یه صبحانه سلطنتی بزنیم آقا جای شما خدا وکیلی خالیه. من که در از تو ایران دارم زندگی میکنم دیگه. گردن بخارونم نگاه کنیم ببینم چی ببینم نکته رو میگیرین یا نه. نکته رو ما شانس آوردیم با این رامین نیکو رفیقیم آجی وگرنه این ولبکن نبود آجی. یکی از دیوانه ترین آدم هایی که من در زندگیم دیدم. این آقا اینو معرفی کرد به من. یعنی اصلا نمیدونم مغزش آجی فکر کنم از این چیپای ایلان ماسک تو کلشه. خیلی فیلمه نداریم اصلا دیگه ها. نداریم آجی نکته های ریزی که دیگه عالی. آقا اومدیم هوم دیپو با مهتی. اون چوب گلف بده جلو مهتی. اوکی بزنین اینجا. آجی سنگ برای این گلدونه گرفتیم. کلا رو بده من مهتی. کلا رو بده من. کدوم کلا سنگ امیریه هست. کاغذها رو بذاریم اون رو بذاریم روش سنگا رو. این بذاریم اینجوری این بر که سنگ وسط کاسیان کاسا کورتاشو. این چرخ رو برام بذارم. 3 تا سنگ چرا خریدی؟ خودت گفتی 3 تا سنگ. من میگم 3 تا تو با 4 تا بگیریم سر. برای چی 4 تا بگیریم؟ من برم پشت بشینم این سنگ تکون نخوره تو برم. آقا سلام خسته نباشین. توی اکسپلور داشتم الان یه درازی میخوام بکشم برم ورزش دوباره. روز یک شنبه است دیگه حوصله بیرون ندارم بابا. کجا برم بیرون؟ خونه خودم راحت افتادم دیگه. انقدر خوبه اینا. تو اکسپلور داشتم میچرخیدم دیدم یه آقای گفتم فوت کرده به نام آقای امین مشکی یا مشی همچین چیزی. بچه زایدان بود لباس همون زایدانی میپوشید و اینا. بعد
دیدم خیلی مثل اینکه محبوب بود تو شهر خودش، از این راننده پژو بود و از این کارهای ویراج بازی و اینا. anyway بعد الان مثل اینکه چند روز پیش تصادف کرد، به رحمت خدا رفت. همه میریم، حالا دیر زود داره ولی جوان بود، حیف بود. پیجشو زدم و اینا، رفتم دایرکتاشو نگاه کردم، حالا میخوام دایرکتشو بذارم. خدا اینو بیامرزه، زده که من ندیدم حاجی جواب این بنده خدا رو بدم، خیلی ناراحت شدم. الان میذارم دایرکتشو. حالا باورتون نمیشه روی این برادر ما شاد، میگم من که ندیده بودم، میدیدم همون موقع جوابشو میدادم. میگم به خدا توی دایرکت نمیرم، حتی رفیقای نزدیکم هم بدن آقا من تو دایرکت به پیغمبر نمیرم، به جان پدرم نمیرم. حالا باورتون نمیشه این برادر من تو این 2 سالی فکر کنم 50مین آدمیه که فوت کرده. من تو اکسپلور دیدم، رفتم تو پیجش دیدم یه دایرکت داده، ما ندیدیم حاجی. آره ولی آقایون برادرای من نکنین، برادر با نیسان چپ و راست بکنین وسط و ماشینای ایران ماشین نیست برادر جان من که. آقا پژویی که لگد میزنه تمام کسوکیونش میریزه پایین. دیدی یه سری هم مد شده نمایشگاهیات میان ماشینو میشکنن همه چیشو میکنن و اینا. آقا اینقدر یارو عقل نره که بگه آقا 4 نفر یارو شام نره بخوره. تو آخه اونجوری میزنی ماشینو میشکنی که تو اونجوری که میای ماشینو میشکنی آخه به درد چی میخوره؟ آقا بیا بگو آقا من این ماشینو میزنم آقا قرعه کشی ما یه بار آقا بیا اینقدر چیز بکنیم آخرش ما قرعه کشی میکنیم هم اسم. یعنی چی آقا؟ درو میکنی پنجره رو میکنی که چی بشه آخه؟ میخوای خواهر ایران خودرو رو بگای با شلوارتو بکشی پایین خایه رو بندازی بیرون بگی کیرم تو دهن همتون. الان داری مثلا میگی پول کیرته یا ایران خودرو ماشین تخمیه؟ من نمیفهمم. کسوشون ماشین میکشی پایین که چی بشه آخه؟ میدونم میخوای مشتری جذب بکنی یا کدوم کسخلی میاد اونو بخره به گوز بنده به چوس پیوند، یا اگر میخوای اعتراض بکنی اون چه اعتراضیه؟ پول خودت آتیش میزنی. ماشینو بذار قرعه کشی کن بگو آقا چقدر پول در میاری. چه کس بازیایی آخه؟ چی مد شده آخه؟ چوب میگیرن شیشه میشکنن کارهای کس شر خزبازی کیری. نکنین ناموسن با مردم آه میکشه، مردم شام ندارن بخورن. میبینه یارو خداوند قهر میگیره، پروردگار قهر میگیره مردم. نمیخوام بگم حاجی، داشتم چند روز پیش با یه آقای صحبت میکردم، معروف ترین بازیگر قدیمی ایران، یه آدمی که حاجی اصلا من باش بچگی حال میکنم خودم باش، شب و روز تو این سیستان و بلوچستان حاجی داره میره خیر میکنن کمک میکنن. میگه حاجی یارو هیچ کی رو نمیشناسن اصلا اونجا. میگه اصلا نمیدونه اینقدر اینترنت و برق و آب نیست. میگه اصلا نمیدونه من کیم، نمیدونه اون قهرمانی که بغل من هست کیه، نمیدونه تو کی، نمیدونه اون کیه. میگه اصلا خبر هیچ جا رو ندارن اصلا. اونا فکر میکنن اینا یه آدمایی هستن اومدن کمک کنن، نمیدونن که اسم هر کدوم حاجی بوینگ 747 هم نمیکشه. میگه چی بهت میگم؟ اوضاع خرابه، نکنین حاجی. مردم آه میکشن، مردم گناه دارن. گوش کیلوی 1 میلیون تومن حاجی گوش شده واسه مردم. مثل شیرینی بچه قدیم برای بچه شیرینی میخریدی ذوق میکرد، الان گوش بذاری بچه ذوق میکنه. آره خدا رو خوش نمیاد، پروردگار رو خوش نمیاد. آره رپته بلرزون رپته اون کلاه قرمزی کارتون خوابه نه کن علکی فاز جیزی رو گرفته خارگوسه آب یخ بگیرم بریزم رو سرش. این ساق پای دختره از من بزرگتره. چی داره نگاه میکنه؟ آینه ماشین؟ بزن خواهر داره بگو 1 2 3 بلرزون بلرزون رپته رپته او کتا بزنه بزه اون داره دست میزنه. چیه؟ شلوار بکش بالا. دردمند علکی نگاه گنگس او تلفن خبر بازی او بچه من آب نصف بشه بچه های شهرستانی
بله اینجوری که تو داری میزنی حاجی طبقه پایین اومد فکر کنم. خارکسته موس باشه یا صحرای روس باشه. یه 2 دقیقه دیگه فیلم بگیره من خودم باید برم دوش بگیرم فکر کنم. پاره نگاه بوی گند میده، پای کفش در بیار کثافت. عجب